نوادشید بریم این گندی که تو موهام زدم درستش کنیم. اسنس هالوژن کوزارکس که تقریبا تمومش کردم، فقط اینقدرش مونده. این مرطوب کننده سنتلا که واقعا ازش راضیم، هم برای صورت میتونید ازش استفاده کنید هم برای بدن. ضد آفتاب سنتلا که حتی توی زمستون هم نباید ضد آفتاب فراموش کنید، حتی تو زمستون واجب‌تر هم هست. من از این پرمر اوردینری استفاده می‌کنم، فعلا موجود نداریمش ولی به زودی موجود میشه. برای میکاپ روزانه فوق‌العاده است. کانسیلر من از این آرت اسکین در سبز استفاده می‌کنم که موندگاری 16 ساعته داره و کاور خیلی بالایی داره. کرم پودر من از این مدل گابرینی استفاده می‌کنم، خیلی سبک و ماته و فول کاور هم هست. من خیلی دوستش دارم. اول با دستم کامل پخشش می‌کنم. بعد با بیوتی بلندر قشنگ فیکسش می‌کنم رو صورتم. برای کانتور من از این کانتور استیکی جولیوس استفاده می‌کنم. عین کره رو پوست میشینه، خیلی راحت بلند میشه و استفاده ازش خیلی راحته. روژ من از این لاک کیک شیگرام استفاده می‌کنم. تا ابد این مورد علاقه منه. تهیه دیگه تقریبا. ژل ابرو من باز از گابرینیه. فرقش رو ببین، فقط فوق‌العاده است این ژل ابرو.